بهری بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت بارح. روز مرد نزد حکیم بزرگ آمد و از حکیم سوال کرد: من چند ماه می شود که به محله نو کوچیدم. در همسایگی من زن همراه دختر خود زندگی می کند. هر روز و گاه و شبها مردان گوناگون به خانه آنها رفت و آمد می کنند. من دیگر تحمل این وضع را ندارم. حکیم گفت: شاید از شواندان آنها باشند. مرد گفت: نه، من هر روز از پنجره نگاه می کنم و مردان متفاوتی را می بینم که به آن خانه وارد می شوند و بعد از ساعتی می روند. حکیم گفت: خلطه را در دست بگیر و به تعداد هر مردی که وارد آن خانه شد یک سنگ در خلطه گذار و آن را بعد از 2 ماه نزد من بیار تا میزان گناه ایشان را بسنجیم. مرد میگوید خوشحال به خانه برگشت و چنان کرد. بعد از 2 ماه نزد عارف رفت و گفت: من نمیتوانم خلطه را نزد شما آورم چون که وزن آن بسیار سنگین است. حکیم فرمود: یک خلطه سنگ را تا به نزد من نمیتوانی بیاوری؟ پس چگونه میتوانی آن خلطه را، آن گناه عظیم را نزد خداوند ببری؟ حالا برو و به تعداد سنگ ها توبه و استغفار کن، چون که آن 2 زن همسر و دختر عارف بزرگی اند که پیش از مرگ وصیت کرده بود تا شاگردان و دوستانش از کتابخانه او استفاده ببرند. بیایید دوستان دیگران را آسان قضاوت نکنیم. اینک رسیدیم باز به پایان یک قصه. دوستان عزیزم، میخواستم تشکری خود را به کل آبونچیان عزیزم و به کل برادران و خواهران عزیزم برسانم. واقعا ما قوت میگیریم وقتی که در زیر ویدیوها بسیار سخنان خوب می نویسند. شکرگزار هستیم اولا از الله پاکی چون این برادران داریم و ما نیز کوشش میکنیم تا به سخنان خوب شما لایق باشیم و با کوشش میکنیم که بهترین قصه ها را بهر شما برادران عزیز پیشکش نماییم. با شما بودم بنده عبدالله، یکی شما را از برای الله دوست می‌دارم. بنده خواهان آن هستم که در حق بنده دعاگو باشید.